من 13-14 سال قبل به عنوان یه نوجوان تو شهر ایرانشهر شروع کردم به فعالیت خبری و روزنامه‌نگاری. خانم خوشخو هم اون زمان بودم فکر میکنم. موضوعی که خیلی مهمه تو این عرصه بس آموزش نیروی انسانی به عنوان خبرنگار یا یه علم امروز تو دنیا، چون اینجا این جغرافیا صدا شنیده نشده. اگر قرار صدای مردم این جغرافیا باشیم، باید با مهارت کامل نیروی انسانی بسیاری از بغض‌های فروخفته این سرزمین رو به گوش ایرانیان یا سایر نقاط جهان برسونیم. وقتی که خیلی از این مردم، یا من فکر میکنم معلممون که اینجا هستن یا استاد علی بخش دشتیاری به خوبی در جریانن که یک روزی حمل کتاب بلوچی در این سامان قاچاق بود. یک دونه کتاب زبان بلوچی رو اگر میخواستی ببری از جایی به جایی و شما رو بازداشت میکردن، مورد بازخواست سازمان‌های امنیتی قرار میگرفت. امروز چقدر اتفاق قشنگی افتاده که ما بلوچ‌ها رو به رسمیت شناختیم. اینکه زبان بلوچی در یک خبرگزاری داره کار میشه، ولی ای کاش این ساز و کارهاش، مسئولیتش، بخش‌های خبریش، خبرنگارانش، آموزشش و همه اجزای این داستان از بلوچ زبان‌ها بودند، چون جنس زبان بلوچی، جامعه هدفی که ما داریم ازشون گزارش تهیه می‌کنیم، جامعه هدف متفاوتی هستند. جنس مشکلاتی که اینها دارند، فعالیت فرهنگیان اینها، اجتماعی های اینها و دغدغه های اینها جنس متفاوتی. فکر میکنم اگه این اتفاق بیفته، از یک لیبل و از یک آیین افتتاحیه فراتر باشه موضوع، ما باید یه آموزش کامل داشته باشیم و دوستانی که از سایر نقاط ایران محبت دارن، دغدغه این مردم را دارن، عاشق این مردمند و محتوای این چنین ارزشمند تولید کردن تا الان که فراتر از حد انتظار بوده. یعنی می انتظار چه گیش و جهان زحمت کشته. من حیران بودم شان که ساپورت کنه که چاپ بیم هنچو که ابراهیم آگوه پیسر مردمی خیال و سسته دیگه نیمگی رو که چطور بیته که مروچی میتوارش کنه بی، چطور بیته که مروچی یک پایگاه خبرگزاری یک زبانی سر کار کن که زبان یک واحدی هیچ دانشگاه تو که تدریس نبیده، هیچ مدرسه تو که تدریس نبیده. و جندی بلوچ راجا چینان که میرجان، چینان که استاد رشید چند ساله، چینان که آبد و دیگه دوستان انگه یاسی مارا لفظ داتا انگه نه حتی اینی مگه ما شهری سر ای واجان شب روز کوشش کنگن که بلوچی زبان وانگا بلد بی. او یک خبرگزاری یک رسمی جاگای یادکه و گوشتگی وانگا که هیچ شمی دردام آماری، شمی نگاه هم تالان کنی، شمی جهان بینی هم به رسمیت جا کاری و شمی جنده هم دوست داری. ایچی که شما ما را دوست داریم و باز شما منتواریم و پیش چنشی که چه دا بروید ها ما چه شما دستبندی کنی که دیگه گپی پمن نمن تا ابراهیم جان باز شهر گپ چه و پیسر چه من منی خیال ما کلاو که دیر رستی من پیسر پهلی لوٹا ایشیه که پیسر چندی که چه دا بروید ها من زانه یاسین ای نیمگاه تحصیلات بود اکادمیکی یک برنامه بلی برای آموزش این نیروان که هرچی شرطر ای واقع کان کوپا ایر بوتا ادا کوت بکنه پرچه که ما لحظی بس تجربه کتا پیسر منوشم 10 سال 5 سال 4 سال عضو هیئت تحریریه یک هفته نامه‌ای بودن. خدا از ما الله تمندروی منت ها کشته که بیا ما آموزش بدن. اخوانی منت ها ما کشته که یک دوره آموزشی شده بوده مشهد او یادکه بوده اخوان که هنو فرمانداریه بیا ما را او آموزش بدن که تیتر چی، لید چی، چطور خبر تنظیم کنن، نقاط برجسته خبر چی هن، کجا چی خبر بگیرن، نقاط آسیب پذیر کجانش. یک علمی دنیای توکا که اگر ما گوهای آشنا مبین پدا هم ما واقعی صورت های استانگاه های مردمانی مهربانی های مردمانی درد های مردمانی مشکلات های مردمانی جهان بینی ها هیچ جاگاه سرکوت نکنیم نطور